قسمت هشتم از مجموعه سرگردان‌های فضای مجازی. نحمده و نصلی علی رسول الکریم. دوستان عزیز گرامی، خسته نباشین. باز هم رسیدیم به تبیین و تشریح مطلبی از مطالب سرگردان در فضای مجازی. متاسفانه به تازگی پستی را در فضای مجازی نشر کردن، پستی که توسط 3 نفر اداره میشه و متاسفانه 2 نفر از اینها معمم، یعنی اشخاصی عمامه دار و دیگری عباپوش هم در این مجموعه متاسفانه حضور دارند. بله، این 3 نفر با تایید همدیگر با پوزخند و لبخند چنین ادعا دارند که نخستین کسانی که تحریف قرآن را ادعا کردند پناه بر خدا خاکم بدهند حضرت عایشه رضی الله عنها و حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه می باشند. این واقعا تهمتی سنگین بر همه اهل سنت هست، واقعا بسیار جای تأسفه و از همه بالاتر بله این مطلب را فراموش نشه که این 3 نفر مدعی این هم هستند که آنچه میگویند و میبافند در کتاب‌های معتبر حدیثی اهل سنت چون صحیح بخاری، صحیح مسلم و ابن ماجه هم وجود داره. حالا میرسیم به تبیین و تشریح مطالب این حضرات سگانه. در نگاهی گذرا بنده متوجه شدم که این 3 بزرگوار چندین ادعا را نسبت به این 2 صحابی جلیل القدر و بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم مدعی شدند. ابتدا با هم ببینیم ادعاهای اساسی این حضرات سگانه را. نخستین کسانی که ادعای تحریف قرآن رو مطرح کردند عمر بن خطاب. آیه حرمت رویگردانی از پدران از قرآن حذف شده. این در صحیح بخاری هست. نفر بعدی که تکفیر میشه اگر کسی قائل به تحریف قرآن رو کافر بدونه خانم عایشه است، ام المؤمنین عایشه. آیه رضا از قرآن میگه حذف شده. صحیح مسلم هست، اینم چاپ عربستان سعودی است، دارالطیبه ریاض هست. مطلب بعدی عایشه میگه من بزغاله‌ای داشتم که قرآن رو تحریف کرد. ما قبلا همین نشون دادیم کتاب صحیح سنن ابن ماجه. بله، آنچه دیدید و شنیدید ادعاهای این حضرات سگانه نسبت به 2 صحابی جلیل القدر رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. اما برای اینکه پست ما طولانی نشه، بله در این قسمت میپردازیم به تشریح و تبیین روایت سنن ابن ماجه نسبت به حضرت عایشه رضی الله عنها و خورده شدن قرآن، یعنی صحیفه قرآنی توسط بزغاله. لطف کنید این قسمت از موضوع را کامل بیارین تا با هم ببینیم. مطلب بعدی عایشه میگه من بزغاله‌ای داشتم که قرآن رو تحریف کرد. ما قبلا همین نشون دادیم کتاب صحیح سنن ابن ماجه. مستقیم میریم از سنن ابن ماجه نشون نمیدیم، از صحیح نشون میدیم که سندش هم تصحیح شده باشه. جلد دوم از این کتاب که چاپ ریاض هم هست دیگه، مکتبه المعارف ریاض. باب رضا الکبیر. دوستان عزیز میبینن؟ بله، باب رضا الکبیر که از عایشه نقل میکنن لقد نزلت آیه الرجم و رضاعة الکبیر 10 و لقد کان فی صحیفه تحت سریری فلما مات رسول الله و تشاغلنا بموته دخل داجن فاکلها. میگه آیه رجم و آیه رضای کبیر 10 بار شیر دادن در قرآن بود، نازل شد. در یک صحیفه نوشته بودم، زیر تختم گذاشته بودم. وقتی رسول خدا از دنیا رفت و ما مشغول کفن و دفن شدیم، به هر حال گوساله آمد و بزغاله آمد. البته یک جای دیگه 4 پا داشت، شاید گوساله بوده الان. دخل داجن فاکلها. این بزغاله آمد و این قرآن رو خورد و الان در قرآن امروزی نیست. پس یک بزغاله هم میتونه قرآن رو تحریف کنه. البته نه هر بزغاله عایشه. اگر ما بخوایم تکفیر کنیم قائلان به تحریف قرآن رو، خب نفر دومی که تکفیر میشه ام المؤمنین عایشه است. شما چه جوابی میدید؟ آیا حاضرید اونها رو تکفیر کنید؟ اگر اونها رو تکفیر کنید که دیگه خودتون هم پیرو اونها هستید، پیرو یک کافر میشید و قطعا این مطلب رو قبول نخواهید کرد. بله، آنچه دیدید به نسبت بودن روایت عربی در سنن ابن ماجه که در جلوی بنده وجود داره، بله موجوده. باب رضا الکبیر از حضرت عایشه رضی الله عنها. اما عبارت چه چیزی را بیان کرده و این حضرات سگانه از این چه مطلب غلطی را استنباط کردند. میرسیم به تبیین این مسئله و قضاوت هم با شما عزیزان. حضرت عایشه رضی الله عنها اینجا صراحتا فرمودن که بله نزلت آیه الرجم، آیه رجم و آیه رضا الکبیر از طرف الله متعال نازل شده بود و بنده این 2 آیه قرآن را نوشته در زیر تخت خودم گذاشته بودم که واقعه مرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش آمده بود و تشاغلنا بموتی. میفرمایند که بله ما مشغول کفن و دفن رسول الله
صلی الله علیه وسلم بودیم که ناگهان در این بین از بیخبری اهل منزل استفاده کرده. دخل دجن فاکلها، بزغاله‌ای به داخل خانه وارد شده و این صحیفه قرآنی را که دعای قرآن روی یک برگه نوشته شده بوده این برداشته و خورده. بله، اصل عبارت اینه. عبارت به عربی موجوده، اما دوستان دقت بکنید، از چنین عبارتی چنین مسئله را استنباط کردن که بله حضرت عایشه رضی الله عنها گفته باشه بزغاله‌ای داشتم که قرآن را تحریف کرد. این در کجای عبارت عربی چنین چیزی موجوده؟ فرمودن دخل داجن، بزغاله به داخل منزل داخل شده، فاکلها، این برداشته خورده. این را آمدن و چنین عبارتی را با تیتر درشت چنین نوشتن بزغاله‌ای داشتیم که قرآن را تحریف کرد، این چه معنایی داره دوستان؟ واقعا ببینید این یک مثال بسیار ساده من برای شما میگم، هر شخص نیمه عاقلی هم میتونه این را درک بکنه که این هیچ ربطی به تحریف قرآن نداره، چون که تحریف قرآن به دو نوع است، یا تحریف لفظی قرآنه یا تحریف معنوی قرآنه. این که بنده در خانه خودم با لپتاپ خودم چند آیه قرآن رو نوشته باشم، با چاپگر همینو چاپ کرده باشم گذاشته باشم روی میز یا کنار بخاری جایی، رفته باشم بیرون، بزی یا بزغاله آمده داخل خانه بنده و برداشت این صحیفه قرآن را خونده، این چه ربطی به تحریف قرآن داره؟ من حافظ قرآنم الحمدلله و المنه. حضرت عایشه رضی الله عنها حافظ قرآنن، حافظ احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و غیر از این هزاران هزار صحابه از مرد و زن حافظ قرآن بودن. حالا اگر دو آیه قرآن که در یک برگه بنده نوشتم این برداشت بزغاله خورده، این چه ربطی به تحریف قرآن داره؟ لذا اینو اینطور نوشتن، الفاظ خود همین صدا بزرگوار من اینجا براتون نقل میکنه، اینطور بیان کردن که بله، یعنی عبارت عربی رو اینطور ترجمه میکنه دخل دجن فاکلها، پس بزغاله آمد و قرآن نخورد. خب اینو مساوی قرار داده با و الان این در قرآن امروزی نیست. خب نتیجه چی میشه؟ پس میگه یک بزغاله هم میتونه قرآن را تحریف بکنه. واقعا جای تأسف و تعجب و واقعا جای خنده داره. اشخاصی که هنوز متوجه این نیستن که حیوان نمیتونه قرآن را تحریف بکنه، واقعا دیگه قضاوت باشه من عزیزان، واقعا جای تعجب داره. و از اینا بگذاریم، ظاهرا این بزرگوار سخنگو در این پست هنوز این را هم نمیدانه که گاو و گوسفند و الاغ و بز و بزغاله همه 4 دست و پا هستن. برای این واقعا جای تأسفه که هنوز ظاهرا به این مطلب، به حقیقت این مطلب هم ظاهرا نرسیده عزیزان. و در ضمن به شما هم نیومده که اهل سنت بخواین تکفیر بکنین. همین که شما دروغ نگویید برای ما اهل سنت کفایت میکنه. واقعا به تازگی کلیپی را از رهبر ایران زمین ما حضرت آیت الله خامنه‌ای در فضای مجازی نشر کردن که واقعا بعد از گفتهای من حتما این پست رو بگذارید. واقعا جای بسیار تشکره. ایشون به صراحت اعلان کردن که آن کدام شیعه‌ای که با اسم بردن بزرگان اهل سنت به مقدسات اهل سنت، به بزرگان اهل سنت بیاد توهین بکنه، به صراحت فرمودن که اینها شیعه های انگلیسی هستن. واقعا جای بسیار تشکر و تقدیر از حضرت ایشان که چنین فتوای صاف صریحی را بیان کردن. حالا اگر خب چیزی که هست واقعیت داره، ما بین اهل سنت و اهل تشیع اختلافات زیادن، کم نیستن. حالا کسی اگر هم میخواد کدام مطلبی را برای عزیزان خودش، برای دوستان خودش تبیین تشریح بکنه، خب شما حالا از ادب و احترام کار بگیرین. اما کاری که این 3 نفر دارن میکنن بحث ادب و احترام نیست، بلکه به صراحت دارن دروغ میگوین و متاسفانه این را بر عهده اشخاص عمامه دار و اشخاص عباپوش مثلا انداخته و آبروی روحانیت اهل تشیع را متاسفانه چه اشخاصی واقعا به زیر سوال بردن. الله میتونه به همه توفیق بده. انشالله در قسمت های بعدی میرسیم به این گونه مطالب که بله این دعای قرآن، آیه رجم و رضاعت الکبیر امروزه در قرآن موجود نیست، ما هم قبول داریم. اینه میگن نسخ قرآن، این آیات منسوخ تلاوه شدن، اما آیا منسوخ الحکم هستن یا نیستن؟ انشالله در جلسه بعد الله میتونه توفیق بده این مطالب را نیز تشریح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اثبات تشیع به این است که انسان به بزرگان مورد اعتقاد اهل سنت و دیگران هی بنا کنن بد و بیراه گفتن. نه، این خلاف سیره ائمه است. اینی که شما میبینید رادیوهایی یا تلویزیونهایی در دنیای اسلام به وجود میاد که کارش این است
که به عنوان شیعه، به نام شیعه، به بزرگان مورد اعتقاد بقیه فرق اسلامی بدگویی کنن. این خب معلومه این بودجه خزانه‌داری انگلیسه. این بودجه این شیعه انگلیسی است.